سلامتی از سوی خدا پدر ما و خداوند عیسی مسیح بر شما باد. آمین. انجیل مقدس لوقا باب 3. در 15مین سال فرمان روایی تیبریوس قیصر، هنگامی که پونتیوس پیلاتوس والی یهودیه بود، هیرودیس حاکم جلیل، برادرش فیلیپوس حاکم ایتپریه و ترخونیتیس، لیسانیاس حاکم ابیلینی و حنا و قیافا کاهنان اعظم بودند. کلام خدا در بیابان با یحیی پسر زکریا نازل شد. پس یحیی به سرتاسر نواحی اردن می رفت و به مردم موعظه می کرد که برای آمرزش گناهان خود توبه کنند و تعمید گیرند. در این بار در کتاب سخنان اشعیا نبی آمده است که ندای آن که در بیابان فریاد برمی آورد، راه خداوند را آماده کنید، طریقهای او را هموار سازید. همه دره ها پار و همه کوه ها پست خواهند شد. راه های کج راست و مسیرهای هموار خواهند گشت. آنگاه تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید. یحیی خطاب به جماعتی که برای تعمید گرفتن نزد او می آمدند می گفت: ای افیزادگان، چه کسی به شما هشدار داد تا از غضبی که در پیش است بگریزید؟ پس ثمرات شایسته توبه بیاورید و با خود مگویید پدر ما ابراهیم است. زیرا به شما میگویم خدا قادر است از این سنگ‌ها فرزندان برای ابراهیم پدید آورد. همکنون تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است. هر درختی که میوه خوب ندهد باریده و در آتش افکنده خواهد شد. جماعت از او پرسیدند: پس چه کنیم؟ پاسخ داد: آنکه 2 جام دارد یکی را به آنکه ندارد بدهد، و آنکه خوراک دارد نیز چنین کند. خراجگیران نیز آمدند تا تعمید گیرند. آنها از او پرسیدند: استاد ما چه کنیم؟ ایشان گفت: بیش از اندازه مقرر خراج مستانید. سربازان نیز از او پرسیدند: ما چه کنیم؟ گفت: به زور از کسی پول نگیرید و بر هیچ کس افترا مزنید و به مزد خویش قانع باشید. مردم مشتاقانه در انتظار بودند و با خود می اندیشیدند که آیا ممکن است یحیی همان مسیح باشد؟ پاسخ یحیی با همه آنها این بود: من شما را با آب تعمید می دهم، اما کسی تواناتر از من خواهد آمد که من حتی شایسته نیستم بند کفشایش را بگشایم. او شما را با روح قدس و آتش تعمید خواهد داد. او چنگک خود را در دست دارد تا خرمنگاه خیش را پاک کند و گندم را در انبار خیش ذخیره نماید، اما کار را در آتشی خاموشی ناپذیر خواهد سوزانید. و یحیی با اندازهای بسیار دیگر به مردم بشارت میداد. اما چون هیرودس حاکم درباره هیرودیا همسر برادرش و نیز شرارت‌های دیگری که کرده بود از یحیی تابیخ شد، او را به زندان افکند و بدین گونه خطای دیگر به خطاهای خود افزود. آمین. تصور کنید امروز کسی یک حساب فیسبوک برای یحیی تعمیددهنده باز کند و همان سخنانی را که او در زمان خودش موعظه می کرد در این حساب منتشر کند. فکر کنم که این حساب به زودی مسدود می شد، چرا که استعدادهای فیسبوک را نقص می کرد. افیزادگان، فرزندان مار، مگر می شود مردم را اینطور خطاب کرد؟ اینا به وضوح ابراز نفرت کردن است و به اصطلاح هیت سپیچ محسوب می شود.
و کسی که چنین صحبت‌هایی را منتشر کند حسابش بسته می شود و حتی باید انتظار داشته باشد که دادگاهی هم بشود. امروز نمونه های زیادی در اروپا هست که کشیشان به اتهام صحبت‌های هیت سپیچ به جریمه مالی و حتی زندان محکوم شدند، در حالی که تنها سخنان کتاب مقدس را نقل قول کرده بودند. اما مسئله هیت سپیچ خیلی پیچیده است. طبعا این مهم است که ما در روابط اجتماعی با احترام رفتار کنیم و به دیگران توهین نکنیم و کسی را تغییر نکنیم. و اینکه قوانینی هست که محافظ آبرو و حیثیت انسان هاست چیز خوبی است. این قوانین به خصوص در دورانی که مردم پشت کامپیوتر نشسته و خیلی راحت‌تر از روابط رو در رو با دیگران مرزهای اخلاقی را پشت سر می‌گذارند اهمیت زیادی دارد. با این وجود ما به خوبی می‌بینیم که در برخورد با صحبت‌های نفرت پراکنی نوعی نابرابری قدرت وجود دارد. وقتی که یک رئیس جمهور بارها در ملأ عام مردمی با رنگ پوستی متفاوت را با عنوان اشغال خطاب می‌کند، انتظار ندارد که به دادگاه برود، در حالی که اگر افراد دیگر به یک سیاستمدار توهین کنند به احتمال زیاد در خانه مورد تفتیش پیلاس قرار می‌گیرند. و اما چیز دیگری است که حتی مشکل سازتر هم است. اینکه این روزها اگر کسی با نظر دیگری موافق نباشد به او اتهام نفرت پراکنی میزند. اگر کسی دیدگاهش با من متفاوت باشد حتی نیازی نیست خود را درگیر محتوای مطلب کنم، بلکه کافی است فریاد بزنم که من ناراحت شدم و به طرف مقابل اتهام نفرت پراکنی بزنم. و دیگر مهم نیست که آیا شخص مقابل احساس نفرتی در دلش باشد یا نه. مهم تنها این است که مجبور نیستم تحمل کنم چیزی را بشنوم که با نظر من همسو نیست. آیا یحیای تعمیدکننده هم در آن زمان در بیابان نفرت پراکنی میکرد؟ چندین استدلال علیه این قضیه وجود دارد. اول از همه اینکه یحیای تعمیدکننده از کلماتی مثل افعی زادگان علیه گروه خاصی از مردم استفاده نمی کند، بلکه بلا استثناء تمام مردمی که به سمتش آمدند را خطاب می کند. مشاوران تبلیغاتی امروزی احتمالاً از این رفتار او وحشت زده می شوند. او تازه یک واقعیت خوب به دست آورده و بعد به سرعت شروع به سرزنش مخاطبانش کرده. مگر نه اینکه باید اول از حضور مردم تشکر میکرد و به آنها میگفت که چه خوب است که به آنجا آمده و همه چه انسانهای خوبی هستند. و اگر هم انتقادی داشت میتوانست بعد از این همه را به آرامی بیان کند. اما یحیی در اینجا به هیچ عنوان از مردم انتقاد نمی کند و مطمئناً هیچ نفرتی هم از آنها ندارد و آنچه هم که شخصاً احساس می کند کلاً موضوع اصلی نبوده. نکته اصلی این است که ما متن موعظه امروز را از ابتدا در نظر بگیریم. کلام خدا بر یحیی پسر زکریا در بیابان نازل شد. یعنی یحیی از خودش نمیگوید، بلکه کلام خدا و اراده خدا را اعلام می کند. و اراده خدا چیست؟ اینکه مردم توبه کنند، اینکه زندگیشان به طور کامل دگرگون شود. اما همین یک جمله امروز کافی است تا کسی را به نفرت پراکنی متهم کنند. من نمیخوام کسی به من بگوید که زندگی من درست نیست و یا میبایست تغییر کند. این به کسی مربوط نیست. هیچ کس حق ندارد در زندگی من دخالت کند. اما خداوند اینطور فکر نمی کند و به همین دلیل یحیی را میفرستد و یحیی هیچ ملاحظه‌ای به خرج نمیدهد. او نمیخواد که تمیدی که در رود اردن میدهد صرفاً یک تجربه مذهبی
هیجان انگیز باشد که مردم آماده و با یه حس معنوی خوب بروند. نه چیزی که یا اعلام می کند تعمید توبه برای آمرزش گناهان است و این توبه تنها زمانی ممکن است که انسانها تشخیص دهند که باید به سوی خدا بازگشت کنند، چرا که در مسیر نادرستی هستند. و یا به همین دلیل با صراحت صحبت می کند تا با صحبتهایش مردم را تکان دهد تا بفهمند که وضعیتشان چطور است و درک کنند که به یک تغییر اساسی در زندگی نیاز دارند. افعیزادگان، این یک توهین شخصی نیست و به هیچ عنوان بیانگر نفرت هم نیست، بلکه این عبارت سعی دارد یک حقیقت را آشکار کند، اینکه ما انسان‌ها یا در سوی خدا هستیم و یا در سوی شیطان. هیچ منطقه‌ای نیست که ما بتوانیم در بین این دو به راحتی قدم برداریم. و من تا زمانی که تنها به منافع شخصی خودم فکر می‌کنم در سمت اشتباه هستم و باید تغییر جهت دهم. یحیای تمیددهنده برای کسانی که از او سوال می‌کنند به وضوح روشن می‌کند که بزرگترین نیرویی که ما را از مشارکت با خدا دور می‌کند چیست؟ این موضوع ثروت و دارایی است و او به هر سه گروهی که پیش او آمدند درباره همین موضوع میگوید: از آنچه دارید بدهید، از موقعیت خود برای ثروت اندوزی استفاده نکنید و اجازه ندهید پول و دارایی بر شما حکومت کند. اما یحیای تمیددهنده همچنین روشن می‌کند که مأموریت او صرفاً این نیست که میمانی‌ها را خراب کند و تنها همه را موعظه کند و به همین دلیل مخاطبانش را خطاب می‌کند و به آنها میگوید زمان توبه رسیده، چرا که کسی خواهد آمد که بسیار مهمتر از خود یحیی است، کسی که روزی نه تنها با آب بلکه با روح خداست تمید خواهد داد، کسی که تنها شخصی است که روزی همه مردم را داوری خواهد کرد و البته که ما میدونیم که این شخص کسی نیست جز خود عیسی مسیح. و اوضاع آن زمان با امروز خیلی فرق نمی کرد. یحیای تمیددهنده همانطور که لوقا در پایان داستان به ما میگوید به جرم نفرت پراکنی دستگیر شد، چرا که جرأت کرده بود پادشاه هیرودیس را که با همسر برادرش ازدواج کرده بود به توبه دعوت کند و در حقیقت موعظه توبه در نهایت سر او را برباد داد. و همه اینها چه معنایی برای ما دارد؟ ما امروز در زمانی زندگی می‌کنیم که در آن اذهان عمومی بیشتر به پیش از کریسمس معطوف شده و در این زمان همه به عنوان یک تعهد اخلاقی رفتاری مهربانانه و مسالمت آمیز با دیگران دارند. ما در زمانی زندگی می‌کنیم که خودمان دقیقاً آرزوی چنین فضای آرامی را داریم و می‌خواهیم از تمام نوع خوشایندی هایی که در این دنیا و در زندگیمان تجربه می‌کنیم فاصله بگیریم و در این بین ما در معرض خطر تقلیل پیام واقعی کریسمس به تزییناتی صرفاً برای به دست آوردن آرامش کریسمس هستیم. در معرض خطر هستیم که تنها با دنبال تایید خودمان و برآورده شدن نیازهای شخصی خودمان باشیم و در این میان به سادگی فراموش میکنیم که در حقیقت در زمان جشن ظهور یا ادونت هستیم، زمانی که ماهیت آن توبه است، زمانی که میبایست اجازه دهیم خود خدا زندگی ما را اصلاح و باز تنظیم کند، نه برای آنکه خودمان راهی به سمت آسمان بسازیم، بلکه برای اینکه درک کنیم که ما چرا تا به این حد با آن کودک خوابیده در آخری در بیت لحم نیاز داریم.
بله این را میتوان اینطور بیان کرد: اگر این کودک در آخر ما را به سمت خود نمیکشید و حاضر نبود بر روی صلیب برای ما، برای نسل افعیزادگان بمیرد، ما محکوم به فنا بودیم. بنابراین بیایید امروز به یایا اجازه دهیم که میمانی ما را هم خراب کند. اگر ما از این واقعیت غافل شدیم و فراموش کردیم که بدون آن کسی که پس از او میآید ما برای همیشه گم می شدیم، بله اجازه دهید یایا در زندگی ما دخالت کند، نه برای نفرت پراکنی و هیت سپیچ، بلکه برای اینکه محبت خدا را دقیقاً از همون راهی که ما را بیدار می کند به ما نزدیک کند. و اجازه دهیم یایا به خصوص در این هفته ها درباره پول و دارایی با ما صحبت کند و از ما بپرسد: آیا به پول و دارایی چسبیدی یا می توانی آن را رها کنی؟ آیا چون با تعمیدت انسانی آزاد شدی می توانی مقداری از آن را ببخشی؟ خدا عطا کند که از دست یایا ناراحت نشوید، بلکه از او به خاطر سخنان سحریش تشکر کنید تا بدانید که در روز دیگر شب کریسمس چه خواهید سرود: دنیا گم شد، عیسی متولد شد. شاد باشید، شاد باشید ای مسیحیان. آمین. و آرامش الهی که بالاتر از فهم بشر است دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد. آمین. دعا کنید.